خانم ها آقایان، درود بر شما. چیزی که باعث شد من امروز یک لایو دیگر رو تقدیم حضورتون بکنم، از امروز این کارت شانس کار در آلمان استارتش خورد و عزیزانی که میخوان و تمایل دارن به آلمان مهاجرت بکنن میتونن با داشتن شرایطشون به سفارت آلمان مراجعه و در اونجا به قول معروف درخواست کارت شانس رو بکنن و قانونی و بدون مشکلات مستقیم به آلمان بیان. اما چیزایی که مهمه که عزیزان در این مورد بدونن اینه که حتما باید مدارک تحصیلی خوبی داشته باشن که در این مورد بتونن از شانس خوبی برخوردار بشن. کسانی که در شغل پرستاری، کمک پرستاری، آیتی و کارهای گاسترونومی، یعنی اینکه کسانی که توی آشپزی تبحر دارن و توی کارهای رستورانی تبحر خاص دارن، میتونن خیلی راحت به خاطر نیاز مبرم کشور آلمان به این کشور بیان. همونطور که گفتم مدرک تحصیلی، دیپلم و لیسانس برای عزیزانی که پرستاری، دوره‌های پرستاری رو گذروندن. مدرک زبان آلمانی، تسلط به زبان آلمانی، کسانی که حداقل B2 داشته باشن، به قول آلمانیا B2، و کسانی که بتونن هزینه‌های زندگیشون رو توی آلمان حداقل برای 1 سال تضمین بکنن. توجه داشته باشید، همینطوری نمیشه بدون داشتن پول و بدون داشتن پشتوانه بلند شید بیایید در آلمان و بگید که خیلی خوب من اومدم. در کوتاه مدت شما اون پولی رو که توی جیبتون دارین از دست خواهید داد و مجبورید که برگردید. عاقلانه‌اش با فکر و با نقشه حرکت بکنید. کسانی که جایی توی آلمان ندارن دقت بکنن و مد نظر داشته باشن که محل سکونت، یه آپارتمان کوچک داشتن خیلی مهمه و اونا باید تضمین بکنن که میتونن اجاره ماهانش رو پرداخت بکنن. هزینه زندگی رو که به خاطر خورد و خوراک و به خاطر عیاب و ذهاب و اینور و اونور بهش نیاز دارن، بیگدار به آب نزنن. حداقل خیلی خوشبینانه به مسئله نگاه بکنیم، چیزی بین 1500 تا 2000 یورو باید ماهانه، تا زمانی که کار ندارن، کار نمیکنن، ماهانه این پول رو هزینه بکنن. و کسانی که عاقلانه فکر میکنن از اول دوره زبان رو گذروندن، مدرکشون رو توی ایران از طریق مؤسسات آلمانی تأیید کردن و ارزشیابی کردن و با دیدی باز و برنامه‌های پیش بینی شده حرکت میکنن، اونا 100% موفق تر خواهند بود. از اونجایی که میدونید ما خودمون دارای شرکت پرستاری هستیم و پرستار استخدام میکنیم در صورتی که عزیزان در موقعیتی باشن که مدرک پرستاریشون رو ارزشیابی کرده باشن و مهر تایید کشور آلمان پاشون خورده باشه و بتونن از زمان اومدنشون به آلمان بتونن کار بکنن. ما میتونیم اونها رو از طریق کار ساپورتشون بکنیم و شرایطش اینه که در آلمان بیان و خودشون رو به ما معرفی کنن.
با ما مسئله بعدی داشتن گواهی نامه ای هستش که قابل تایید توی آلمان باشه، به خاطر اینکه ما با اتومبیل ها یا ماشین هایی که داریم به طرف به خونه مریض هامون میریم و مریض هامون رو در منازلشون کاراشون رو انجام میدیم. به خاطر همین مطلب کسانی که بخوام با ما همکاری بکنن، استخدام شرکت ما بشن، باید حتما گواهینامه قابل قبول در کشور آلمان رو هم داشته باشن. در این حدود من سعی کردم که اطلاعاتی رو که میتونم به عزیزان بدم عنوان کردم. در صورت داشتن سوال و هر گونه به قول معروف نظری میتونن عزیزان پایین این ویدیو برای من کامنت بذارن. در صورت امکان جوابگو خواهم بود. موفق و پیروز باشید. تا درودی دیگر بار، بدرود.